در گذشته‌های دور جوانی زندگی می‌کرد که مردم او را به بدیومنی و بد اقبالی می‌دانستند. آنها معتقد بودند این جوان هر جا پا می‌گذارد اتفاقات بدی رخ می‌دهد. به همین دلیل مردم از او به عنوان فردی بدشگون و بدقدم یاد می‌کردند. روزی از روزها این جوان عاشق دختری شد که دختر نیز دلباخته او بود، اما خانواده دختر به دلیل شهرت بد پسر با ازدواج آنها مخالفت کردند. در نتیجه دختر با مرد دیگری ازدواج کرد. پسر جوان که تاب دیدن مراسم عروسی معشوقش را نداشت از شهر بیرون رفت. او دستگلی از میان گلهای دشت چید و به رودخانه‌ای انداخت که از محل برگزاری مراسم عروسی می‌گذشت. کودکانی که در آن حوالی بازی می‌کردند با دیدن آن گلها در رودخانه سعی کردند آنها را از آب بیرون بیاورند. در میان آنها دخترکی از خویشاوندان عروس بود که برای گرفتن گلها به آب پرید و غرق شد. این اتفاق به گوش مردم حاضر در عروسی هم رسید و همزمان عروسی به عزا تبدیل شد. چند روز بعد جوان که از ماجرا بیخبر بود با غم و اندوه به شهر بازگشت. مردم که از حادثه صحبت می کردند جوان متوجه شد دخترک برای گرفتن دستگلی که او به آب انداخته بود غرق شد. جوان تصمیم گرفت واقعیت را به اهل شهر بگوید. همان لحظه بود که مردم به او گفتند پس تو دستگل را به آب دادی. از آن پس این ضرب المثل به وجود آمد که هشدار دهد اعمال افراد ممکن است باعث حوادث ناخواسته شود.